طرف اومده میگه ایرانو پهلوی 100 ساله درست کرد، ولی این توپ 300 ساله یه چیز دیگه میگه. همین توپ جنگی رو ببین، سوغات افغانستانی که در آذربایجان در حین خاکبرداری یه خونه به دست میاد، روی وسط توپ نوشته محمدیار توپچی باشی. 10 اراده از این توپو در دیار کابل به استادی یعقوب فرنگی که از اسمش هم پیداست، خیلی خارجی هم بوده و فن توپ سازی رو تو فرنگ آموخته، در سال 1151 میسازه و با این متن در بالای توپ تقدیم میکنه به شاه افشار که درگیر جنگ با عثمانیه و نیازه که توپخانه‌اش بروز بشه. ولی نعمت عالمیان سلطان عدل و احسان لشکرکش ایران و توران خلد الله و ملکه به سعی بنده درگاه خافین سجدگاه میفرسته به نادرشاه تا با روس و عثمانی بجنگه و حالا با این نقش و نگار زیبا در موزه مراغس و حالا میتونی همین توپو سند تاریخیش کنی و بفرستی بره تا همه ببینن که چقدر چرت و پرت تو این فضای مجازی زیاده.